ای خود درین چیزی غیرت داد ملکه اوه نکنی خطر داره جدایی نیالی به سمر داره جدایی کلگیش میگوست راستگی بیچاره نیالی به سمر داره نداره اجلش پس از اون چنین شو که شنگ یک سر کلیم غم یک سر کلیم شادی میراسه آن راست پیدا کردم پس نه آره ما گام گفت یک سر کلیم غم یک سر کلیم شادی ما دنزال سخل میمو آن کی سنتوره یا امروز 40 روزه که ارباب مرتنا رفته سعی که چطور پشت میخنده یه تخصیص مید نیه آره دیگه دوستای نازنین امروز 40 روز که کاته زن از خانه رفته امروز چیلومش گرفته چطور خور کرد؟ آره خدا رحمت کنه خدای بزرگ بیا و تشکر از شما دوستایی که از صبح تا حالا خدمت کردین مصروفیت داشتین در این راستا یک گوسفند قنجقه یک گوس خب دوستای نازنین سلام امید که جور و صحتمند باشین به هر جای هستین خیلی خوش آمدین در برنامه امروزی نوریا جان دیگه دوستا قسمی که میگرنین دیگه ما در اول برنامه نبودم مهمی اول چیه؟ تازه شروع ده دیگه نی دیگر نوریا جان گده یا شاگول گده ما خبر ندارم دیگه دوستا امروز که دلجیگرش دوستا کاکای ما 40 روز میشه از فوچی تیر شده دیگه امشا چلوم را گرفته دیگه نی دلجیگر را قرمک دن دیگه یک چند نفر نادی را دیگ منن بخشه بگاه مهدی توی غوری دیگه بشناقی اینجاش نان خور میشن دیگه نی دلجیگر را بلدهش قرمک در دیگه بو بخوان نه که نان بخوره دیگه تو بیا علی دیگر که بسم الله وقتی معلوم نشد به یک ملیک 46 اول کردن 40 روز ترش خود دیگه آدمی همینه دیگه ساین نفر ویدیو ساین دیگه باید دل تو پول باشد خیلی تخت باشد دیگه خود تو کارا رو برنامه یا کاکای زیشه مبارک است خیلی خوب در رقم شی کم کم شونی آره بلند دار مبینه نوریا جانم تو خوب شدید که باشه من چی خواهنده دوستو ما یک گیم درم دلجگر که میخوام سرشیخ کباب کشنه یک روز بخوریم کباب شی چرا نفتیم ما بلدید تو یک 3 دانه کباب میکردم یک گیم ندارم باش ما به نظرم که روان شو قدر شدیم اوی غوریه نه سباش نرس سریع بود علی لالای چند خب ملای نالا بیلی شغل دکاره هنون چه یک دیگه مثلا بیدیم خب شد دیگه کم کم دیش کن خب دیگه باش که آدیست گرفتن نگرفت خب دوستان نازنین سلام وقتشون بخیر انشالله که جانشون جا باشه وقتشون خوش باشد کنار فامیل خوب و امید خوش خوشحال جمع باشه زنده باشه امیر خم پیدور میبینید دوستا خلاص همو دیگه ارباب خدا بیامرز زمین 40 روزی پوره شده خلاصه دیگه امشب هم خلاصه جمعه خانی داره به خاطر از این مسئله دیگه من دیگه سود تا حالا خلاصه همین مشغول خدمت دیگه خلاصه همین گوسفند کشته دیگه خدا بیامرز ارباب را زنده باشین تشکر جمعه خانی داره خلاصه جمعه خانیش نه دیگه این میبخشش میرسه دیگه خدا بیامرزه زنده باشه سلامت باشه و تشکر از شما دوستایی که از صبح تا حالا خدمت کردین مصروفیت داشتین در این راستا یک گوسفند قنجقه یک گوس سر بریدیم امورا دیگی جور کردیم بله شو و تشکرین از تک تک از شما دوستا واقعا کار یک نفر دو نفر نیه که آدم به تنهایی انجام بده سلامت باشین 40مین روزی آتی حسین لاله ما امروز تکمیل شده که امشب شب جمعه یک قرآن خوانی یک روزه خوانی داریم دیگه امی دلبند از امروز ولی
عزیزا دوستایی که زحمت کشیدن 4 تا مادر دیگه دیگه یک جای نوشیان مونه دیگه نان شو دیگه مهمان زیاد داریم دوستا. زنده باشی سلامت باشی. دیگه آقا سلمان عزیز مزه تافه خوبه؟ خان نوشی جان تشکر. حتما دمت گرم. دقیقا نوشی جان شما سلمان زنده باشی سلامت باشی. تو گپ فرق خلاصه نمیشه خب دوستای نازنین سلام، وقتشون بخیر در جای دنیا هستیم. خدا شما رو نگاه کنه، وقتشون خوش کنه. دیگه همیشه خوش موفق باشین. دیگه خوش آمدین در برنامه امروز از ما. آره دیگه دوستای نازنین امروز 40 روز که کاتی حسین از خانه رفته، امروز چیلومش گرفته. چطور خور کرد؟ آره خدا رحمت کنه. خدای بزرگ بیامرزه در جمیع مردای کلی که بیامرزه رویش خود را خوشنود کنه. دیگه امروز چیلومش کشته، دو دونه گوسپو کشته، بیگا و لختاره. همی یک جمعه خانی هم کنه دیگه. آره ساعت 4 قرآن خانی ساعت 4. دیگه قد از ما باشین دیگه دوستای عزیز. خاله کجا بودی تو؟ میگم کجا بودی؟ برای خاله بوجی آوردم. خاله تو بوجی بیر بخش ناخود کشمش آره ناخود کشمش جور کنی. سلام دوستای عزیز، وقتتون بخیر. خدا کنه که جور صحتمند سالم باشین. خدا شما رو نگاه کنه در هر جایی که هستین. الهی دیگه امروز دیگه مو یک مهمانداری آقای حسین شریر دیگه. دوستا دیگه دعا کنین که در وقت خوشی خاطر جمعی با امید خدا قبول کنه. آره میمونونش خدمت چینه نه؟ میمونونش خدمت چینه با امید خدا. آره خدا دوستا رو نگاه کنه. خدا شما رو نگاه کنه. دیگه مفتی که شعر از دگاهش میگرفته میمزیش ناخود کشمیشی از نان چاشتی نوریه بگره. آره تمو شعر که حسین بخاطرش جمع شنه. آره یعنی نیار خدمت کده او چیز دل گرگجاک بود مفتی خدا چرقمشونه ما برم. خود کرده خوبه. خود آدم است خوبه. حبسم بچاره خوبه خیلی خدمت. این خدا شکر کاکای هستم مبارک محمد جانش. شکر قوم دوستا برادر است. شکر از روی خدا را. خب دوستا بیننده سلام، خدا کنه کلگیشون جور صحتمند باشین. خوشم دین امروز نه برنامه نوریه دیگه از قسم که ویدیوهایی از یار سیل میکردین دیگه آتی حسین 40 روزه که خانواده اختنایش ده خدا رحمت کنه دیگه خدایش رفتون چی سری خانوادهش که به هر صورت بس سروستا آقل تاثیر کرد دیگه خدا بیامرزه کلگیز منظورایی بسم خوبه که یک صبر تا دل آدم میده. آره دیگه یا هم به اندازه توان خودستا دیگه 40 گرفته خدا اجرش بیده خدا بیامرزه مردای کلگی را دیگه نجیمو کشمش نخودم ترار جور کنی که بعد از ظهر قرآن خانی هم هسته دیگه شاوش جمعه خانی میار جور کنی آماده کنی. آره خیر سلامت باشین. آره دیگه دوستای عزیز امروز 40 روزه که ارباب مرتنایش رفته. سعی چطور کچی میخنده؟ نه یه دخسیز میدنیه شیره کو شیره ها جان دبله دیبه مگه که تو بوده فیلماش مورد. آره سعی مستقیم دبله غزلات خمرم کوه این جماعت شماش سرخا چیز که ده مور قاشت خالش سرش قاشت از وقت اشتا گفت دیل باش که طاقت کنن سال کوتیم را غزلایش من خوردهشی مگه مجب حالشت میبینین دارم میگم موان موری فیلمای گینه یا حسین رسالی اویه من موترشت موریان خیلی غزلایشی خدا صبر بده. خدا وقتی با کماندار خوش کنه وقتی دوستار از آقیل دیار مر خوش کنه. خدا فداشونم داد چه آدم خوش نش نده رفتنش دیخش نه و کار خود خمونه دیگه خوب اکثر یک نفر نیه خیر شما بغیر تیخ نکن و نوت کلگین در نوبت خود آدم موره دیگه نه از پشت یک دیگه چیز که خدا بخواه خدای بزرگ وقتی با کماندار خوش کنه خدا او غریق رحمت کنه خدا باش شاد کنه. امروز آبه علی جان آبر جانی هاخون مامای من نه؟ اما فریدون با چشت کابول هم ده قنجغه زوقاتی فاتیه کمپل بخشه محمد آورد بیچاره
میگیم اگر خود زنده ما بود در خوشحال میشد که نه این مردم چه رقم کمپل خوندش دادم زمان که پای رزرو سیزنش نشد پای رزرو سیزنش میخشد دو پیشکاری میکرد مثلا چیز میکرد خود خانش دوازده شو میمد کوی میکرد دفتر خلاچکتم تو را کمپل میدیم از چین که ما این میر لالای جان خوندش دام این می کمپل لالای جان میه از تمیت مکس مندم گنگسیم نه تمیت مکس مندم خدا تو نگاه کن بچه های تو مش بگه از او فکر کدام بخشیات حسین رایید دایر خب مادر شیر آقا و حسین سر جایشی کمپل لالای جان خدا این خودشون بزرگ خوشم آقا خاله جان بگو. خطر داره جدایی نیالی به سمر داره جدایی کلیگش میگوست راست میگی بیچاره نیالی به سمر داره نداره اجلی به خبر داره جدایی راست میگی واقعا جموتره جدایی متر اجل که با یک کس خبر نمیدونم خبر نمیدونم کاش که آدم خبر میشد و دیل جا کاری خبر کم ندارم کارای سامون نه کرد و خدا آدم کاری خبر نداره اوش خم خودت بینک هوا ایشی بگه اجل آدم پورم ولی شد وقت دیگه پولم شد اونش آره خبر بینک ما باشم میگم خدا که کار کنم ما سبالا دیگه سبب راست ولی میگی ارباب خوب خبر داشت نه اون روز آفرین ارباب از دقیق خبر داشت ارباب خیلی نامه از ثانیه خبر داشت آره امروز چند شنبه از وقت نوریه میگه آقا جایاتای نوریه جان ما 2 ساعت میموندیم یک میگه آقا قرب شتای تو شجیره میگه از وقت میگه خو این سر فکر کن امال روز چی وقت آیا ساعت چند شنبه هست از وقت سندستار فهمید وای محمد وای محمد اما دقیقه یاد راست میگی خوی است تا یک سال در رقم باشه اون منجی شتاد از وقتی مفتمی بیام شنگای زیر بگیری آره. دراش دادک ای قدیم خانوری شنگایش گرفتی دو تا دستای شیخ بود که اون زمان آفرین از وقتی ما چند گیم در چا واز نزدیک در چای خطاب نیخ که داشت خم از وقتی نم نگفتم پوت کدی گفتم که حتما یخ که داشت ستایش آره. قد یخه ای آدم دقدر چیزم نکنمو آبیم رکسون تنگماشه بردی یا واکو دیونی خود بود نه ما مرکم دستای شیخ شده دگم دیست میگیرم دستای شیخ بسد دیست خود میگیرم که از مو دیگر قم یخه از آبیم دیگر قم یخه آفرین از شاد صبرمی شوای کرماچ خسته رازر نه آره از من یا- بودم پاکت پرالی آفرین از آبیم من متر بود اختا کمپل پودنم که بسام این میخسم خونه رفتم بسام برم دیست خدا دیست میگیرم دیست شیخ و پایش میگیرم که یخ پایش خدایا تو چوردیم خدا وا توره نمیگم که او وا خیلی نه بود از وقتی امور که اون دم دیست پایش برش داده مناقی بود سر خود آدم هم قدر بیاقل میشه آفرین از وقتی کی آبیز ما خدا بیا مسخو اون آبیز زیا پشتش هم آره بگویم خودش یا گفت از تو اگر سر کنم که پایایش فقط یخک ماتسن کنی کشم پایای آبی موت یخ کده رفته با مو جلک بل تندور نیه آره اون مو را آوردم پایایش پیچ کدم میگم پایای آبی رو ببت یخ کشته تو آبی تو زیای پلچای خورد تا پشت مجید رسید که آبی محق خوب آمد خب اونو آدم ایت نمفهمم نمیفهم آفرین سر ما خود جلک آدم بل باید تندور آوردم پای آبی کدم آره خدا دختر کاکای ما چیز کده دختر کاکای تو بمون کریزیش کده نه بغض گرفته خاله چیزه چون کاکای چیز کده تو را لارو توره نمیشه بهتر از یک ویدیو از که غمگینش نباید بردم و کشمش نخود چجور کنی راست میگم ای خود درین چیز غیرت زد ملکه او یه نکنی کجا؟ خانه جان چی؟ او تایمو کی هتل گندین دیگه نه هم بس نه هیه بس گندین آی کس نه از چیز کرد کشمش نخود کشمش شد بلیش گاش کن بودم چه کتکتان بی بس این خیلی که گاش خانه کن گاغیلا دیگه نه؟ آره می آخیله نه بس نه اون نفر یک متو آره قرآن را اینجا ناخون میخوانن آره دیگر را فهم میخوانن خانده حیات کنی دیگر
خیاطی مبارک خونده ازن مریا جان مریا خونده ده شکریه بالام پس از وقت اینجا شو که از وقت بوجیت پیدا کتی خب اینه کاساشش بگرم دوستا کم حفاظ برنامه زیر خیلی این شیرینی کلام لایی ما خبر داشتیم نم زود اجلا داشتیم بیار ناخود رو گشت کنی که زختی های خیلی برنامه بیننده که زختی غمگین میشه آره نداشت زمان فهمیدم کشیش میگه که باید دوستا کشنو میگه که عجب چیرکم برنامه میگیرن یه نمشه چقدر خود خوره رنگی خودون مقدر طاقت نیست نمشه دل طاقت نه دل طاقت نه کشنو هنوز موز بار دوستا پیش کنده غیرت میدید خدا ارباب خوب مشکل بود جوان بود بیچاره خیلی رفتش نبود نه کار خدا جان باید کردن میدید میگفت چین بابای تو مطلب خود درس بخونو ما برای سودا کدوم بخشید موتور میکنم این داره همین اینزی شو کناری از وقت بوجی بیرم امر طبعا خدمتا شو می بنزشم شونه نادی لازم آبای جان 40 روز در باب کلولیه ما بیل دیگه آره تا کلولیه رفتم از وقت گیر از ما گوش کن ما یک خود غیرت نه بچه من شما دیونه نه نه سیمون کسی دقتی نه آره فکری دیگاه هم کرین عارفه را حسین ده یه خدا نگاه کنم شعر به چاره دیونه خدا خدا خیلی تاثیر مونه چرا آقا جان یعنی دوستا شیرینی قرآنشو میکنه نماده تقران آره اینجا یک مقام قرآن بخوانیم نماز بکنیم صلوات بگیم و بچه من اونو در رویش مثل شاد میشه که خدا شکر من زنده بنده درون آره مولا میگه دنیا کتاش داره آره به واریسان خدا بیاموزم دل منتی میگه خدا بیاموزه به چار گور ولی شکر واریس داره از روی خدا و دوازده مونده خدا وقتی قوم و برادر و دوستان خوش کنه و عدیله جان ارباب شکر آمال زنده ارباب زنده ام کشم دال بیل ارباب است قدرمو یه نیه بختمو که زرق و دیابه بسکر مکاتیمو آره چی شو؟ محمد زاد مو زمان ریزه بود نه؟ آره یک استباز خواه باشم که من این شو واجه داده گندو زمینی چا پریده نفته که وی نکد آجای زفته میماد من چا مپرید منو مپرید آجای پیجا وی نکد تیم رو بکتین و سازمو خواهشد ها وی تخونیم از ما دیاد میماد من کج ما بیم دمزل آخری او بو برده کمینا پنجنه دیگه دمون خمود خودگان دل میدادی کی ولی خاله حسین سرنوری قارس کتک همو قدم زو پایلن خدا چیز دریای او جور نیز وقتی کمک خوب شد اون نمیشه اون بگای پنجشنبه این روز پنجشنبه بگای جمعه این سر خواب موره میگم ویه نکو که تازاب سختی سلوات بخوانم خواهد کن شما فهمین از ما که گفتویه دیگه بچه ما نه ممکن ده با دنیا دل تنگ میشه خود دل خالی نه فکر زوران کنه آره آره یک کتاب چه قلم هم یاش قلم آدیلا مولین دنزد بس هسته؟ آره یک آقیل هستنه؟ ما خودنا قرآن خانی ما رو سرش درک میشه که قلم منیشه بچه خوب میشه می چند رنگ روزه نماز دادنه یا نه البستهشون خیلی بشت دیگار بیتی خیلی دیگار بیتی ما خلم مزار 50 دنه اون اینچش نیست 50 دنه چیزا باید برد دیک دوستا بخشش باشه ویدیو دلا آجان باشه امزو کسایی که پرهیز داره شکر درال ده آقل ازمو فاطمه شکر داره بیربزان شکر داره سوریا فشار آب استو فشار داره بخشه از وقت گشت خروز ده
او کاکای که شما در خانه دیگه پختر که نزوخت تو اینجا بیرین آره ده مجید هم نمشه خیر اینا کنیم آزاب میشین دیگه نوری از جانی شرگوز پختر کنم نخرم بداجه آره ای در به باقی لا آفرین نه مو میرک منی که دروایش بیشتره زوری اما آمد باند را بچه گو پیماندا حسین میگفت ما نبودیم گفتیم زی پیمنده خود گنجم ببرید آره یا چون نرفتم شوخ نادم یا آب مرزی آب ربزان آب امام جعفر آب جعفر همین چهار بچه سفید حسین گفت یا واجی بختیم خود گنجم بری خاله برسونی دکش میکن برای دومید خود دیگه دوستای عزیز دیگه مو کشمشنا خود را کتابچه قلم را جر که داشتی دیگه نال مو ملکه جانم دیگه یاردی مو دیگه بخشه پریزدارا یعنی خس گوشت خورین شده دیگه نال ملکم پیاز و دلمه و با اینجانشان دیخته از هرچی بشه بید کل کنید با اینجان و چیش دلمهش یکو دنه آره دیگه یا پریزدارا که گوشت رسپای نموختن یا گوشت خورو دم دیش آوردن نه آره یکی دیگه شکست دم دیده یعنی گوشت خروشی دیگه مو آبه علی تصمیم گرفته که من دخانه دیگ کنیم آره منج دیگ کنی زخت ببری طول مرد کفه گوشت چیزا بیدیو نکنید او بیدیو سخره نمید دیگه بود کنه که کمک خود سیفت کنه قدر چیشی هم خوب کنه خامشم بدک شروعش بدک میم نه زیاد سرخش نه زیاد چی بوم نه خام بوم نه آره دیگه دوستای عزیز دیگه کل کار یک دفعه میدین جنالی دیگه آبه علیرضای شریفی فاتحه گرفته در مسجد دیگه نال فاتحه ازو خلاص شد دیگه مو قرآن خوانی رو میگدی دیگه سبا توی راضیه دیگه میگم یک سر گلیم غم یک سر گلیم شادی میراسه من راست بود در دفعه کس بستاده نه؟ آره ما گام گفت یک سر گلیم غم یک سر گلیم شادی ما دنزان سخل میمو کی بستم توره یا؟ دیگه این روز دیگه بخیر گام خوشی را شوق چیز داخل زیاد کنه دیگه بشاره این روزم دادمش کنم این روز ما گفته که اینجا کجای ماش اجازه میکنیم تو نبودی تو در جای بودی در دشت در نکنه اگه شدیم میدنه دیگه یک آدم مردم تو داخل نداره دیگه نه؟ او آره آتل جان گفته او زمان آتل حسین کاکای خدا بیان زنده بود مفته و کارامارش جور کرده رسید نوبت به گوشت پیاز پنجره باینجان و دلمه سرخ شد قدر آقا دیگه این دفعه گوشت زیاد سرخ هم نمیه که یک زمان بد نشنه بخشید پرز داره اما تومونی که کمک خود خود سیف کنه گوشت خام یک کمک خلاوه نه؟ چیز بگو بکنه دیلی که بشه آفو بزش کنه بند میشه بدک یه سرخ شد دیگه باش دوایی یک نشتور پوتا رنگ دیگه پوتا کنه بس دوایی دیگه شمو رنگ نکنه نه ایش رنگ نمونه دیگه شد اینجاست رنگ نه انگار من نید بسر یعنی کلشتا بانش سرمونه نکن پای اسقط نازوگه نه الله امروز کار زور کرد تو قدر زور داشتی یعنی تو کلگی نه یه اسقط نازوگه این دفعه خدا مار دا غجور برسونه دو سایلا بیرون شما دعا کنی؟ دعا نکتو دا وجود باره مثلا گوشت قدر سخت شما بگی پریز دار نه خصوص نه باشتا سور نگم خب دیگه یعنی دوایی دیگه یک کمک اما سرخان خاموش برو پنجره روبو اما تو موازی چیشا نکتی خمبوی نیا خب خم مزه نیا سایه امیش خیلی کلیدی زیاد کن باشی بود خب اما حد شو کنه گوشت تا شیشه نبود به نظرم بس نه؟ آره بدید کمینه پساتی آره بلی گازه دیگه گاه کاکای گوشت خورو راوشی کم کم شوکت دیگه خوب شمایه نورکن دلمت کم باشه که بری تا کاوش تکمیل میشه اون خوب شد دیگه نه که دیگه این دوست عزیز بخیر دیگه از مو ملکه هم شد دیگه
دوستای عزیز ویدیو نزمون را تا آخر سیل کردید دیگه. خب کامنت های خوب بدید دیگه. ویدیو نزمون دوستاش کم غمگین شد دیگه و شما از خیر خوب بخشید. کامرا رو قطع کرد. آره خدا. خب دیگه دوستای عزیز باشیم کامرا قطع بود نبود یا غریب بود دیگه. یا خیر دوستای عزیز دیگه ما شما را دیگه خونجگر ننیم بود برنامه امروزیزمون دیگه تا برنامه های بعدی خداحافظ. آره دوستای عزیز ویدیو نسلیش چینل شیر آقا بیننده باشید. خداحافظ.